اگه هیچ رابطه‌ای برات پایدار نمیمونه، احتمالاً هنوز داری با قوانین کودکی عاشق میشی. روانشناسی اسمشو گذاشته سبک دلبستگی. اگه توی کودکی عشق برای تو همراه با ترس، بی‌ثباتی یا نگرانی از رها شدن بوده، احتمالاً دلبستگی اضطرابی داری. زیاد محبت میکنی، زیاد هم وابسته میشی، مدام دنبال اطمینان میگردی و آخرشی رابطه زیر همین فشار ترس نابود میشه. و اما اگه توی کودکی یاد گرفتی برای آسیب ندیدن، به کسی تکیه نکنی، احساساتت رو پنهان کنی و همیشه روی پای خودت بایستی، احتمالاً دلبستگی اجتنابی داری. هر وقت رابطه عمیق میشه، مغزت احساس خطر میکنه، فاصله میگیری، سرد میشی. دقیقاً در همین نقطه رابطه آروم آروم خاموش میشه. 2 سبک دیگه هم داریم که توضیحاتش داخل کپشن.